سلام به بزرگترای عزیز و مهربان. امروز میخواستم درباره یه موضوع مهمی باهاتون صحبت بکنم و اون موضوع رعایت حال سالمندان هست. با توجه به رشد جمعیت سالمندان در جهان و البته در ایران، رعایت حال سالمندان از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. در فرهنگ ما سالها خانواده ها در کنار هم زندگی میکردن یا به هر حال به هم یه جورایی نزدیک بودن و بچه ها این مسائل رو در طی تعاملات روزمره پدر مادرشون با پدر بزرگ مادر بزرگا یاد میگرفتن. ولی الان به هر دلیلی بچه ها دور افتادن از بزرگترها، پدر بزرگ مادر بزرگا دورن، ماها که اینجاییم خیلی سخته براشون که اینجا بیان. بنابراین به عنوان یک مسئولیت اجتماعی فکر میکنم ما موظفیم که به یک صورتی این ارزش ها رو به بچه ها آموزش بدیم. به خاطر همین من یک قصه آماده کردم در این باره که به زودی در کانال یوتیوب منتشر میکنم. امیدوارم که شما این قصه رو با بچه ها بشنوید، دوست داشته باشید، لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اگر زنگوله رو هم بزنید زودتر از بقیه از قصه های جدید مطلع بشید. یک دنیا سپاس.